تاجیکان در چیست؟ تاتیانا بیچکووا تا هنوز نمیداند چرا پسرش دلیر کار در روسیه را کنار گذاشت و به عراق رفت. او 2 سال باز هیچ خبری از فرزندش ندارد. چرا تاجیکستان که 100 هزار تن نخی پخته استحصال میکند از خارج متای پختگی میخرد؟ سوالی که کارخانه های لباس دوزی میپرسند. کلی ویلویت، کلی اوگروباخمال نیست که این چیزا. این شیوه ها میگن که بابت کتون محصولات. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و ولادیمیر پوتین همتای روسیه در شهر سوچی همکاری‌های دوجانبه و توسعه کاربرد زبان روسی در تاجیکستان را بررسی کردند. ملاقات دو رهبر روز 10 اکتبر و قبل از آغاز نشست شورای سران کشورهای مشترک المنافع صورت گرفت. به گفته مطبوعات روسیه، امامعلی رحمان به ولادیمیر پوتین برای فرستادن 62,000 کتاب درسی به زبان روسی برای مکتب‌های تاجیکستان اظهار تشکر کرده است. عین زمان دو طرف توسعه تجارت و از جمله افزایش فروش میوه و سبزیجات از تاجیکستان به روسیه را بررسی کردند. امامعلی رحمان همچنین اظهار سپاس کرده است که روسیه بهار امسال به 100,000 مهاجر تاجیک اجازه داد حضورشان را در روسیه قانونی کنند. در امریکا اولی ماه اکتبر آزمون دریافت کارت سبز یا حق مهاجرت به آن کشور شروع شد و از سراسر جهان امسال 50,000 نفر شانس دارند حق مهاجرت و کار در ایالات متحده را پیدا کنند. از تاجیکستان امسال نظر به هر سال گذشته داوطلبان مهاجرت به امریکا زیاد شدند و گزارش را که حالا می‌بینیم درباره آن است که چرا تاجیکان می‌خواهند کشور را ترک کنند و به امریکا بروند. ولیجان عبدالرسولов донишҷӯи 21 солаи донишгоҳи миллии тоҷикистон иштирок дар бурди грин-корти амрикоро имкони хубе барои таҳсилу кор дар амрико медонад. валиҷон ҳоло санадҳояшро дуруст карда акнун бо гирифтани рамзи махсус то моҳи майи соли оянда бесаброна посухи дархосташро барои дарёфти ҳаққи муҳоҷират дар амрико интизор мешавад. мехоҳам албатта таҳсилам мехоҳам донишҳое ки дар ҷумҳурии азизам гирифтам боз васеътар намоям. дар душанбе шумори марказҳои афзоиш ёфтанд ки санадҳои шаҳрвандонро барои иштирок дар озмун тартиб ва таҳия мекунанд. пештар дар фурӯшгоҳи марказӣ фақат як марказ фаъол буд. пур кардани санадҳо барои як нафар аз 25 то 30 сомонӣ ва бархи хонаводаҳо 50 сомонӣ арзиш дорад. як ҳафта боз аст ки ман дар ҳамин сум кор мекунам. беш аз 300 нафар аҳолиро ман қабул кардам. имсол назар ба дархостҳои инфиродӣ аризаҳои хонаводаҳо барои тарки тоҷикистон бештар шудааст. 18 боло қабул мекунем. оилавӣ бошад ва ё фарзандонашон қабул. тағой гулсаидова сокини 60 солаи душанбе умед дорад бо дарёфти ҳаққи иқомати амрико соҳиби зиндагии шоистае мегардад. хоҳачаи ман дар грин карта бурд кард, тақдираш баландӣ кард, ҳамроҳи фарзандон шавҳараш ҳоз дар амрико зиндагӣ дорад, зиндагишон тинч нақд рафта истодааст. чӣ хел аст ин барнома ба фикри шумо? барномаи хуб. ва худи шумо мехоҳед? албатта ки намехоҳад. طبق اطلاعی رسمی سفارت آمریکا در دوشنبه در موسم آزمون لاتاری گرین کارت برای سالهای 2015-2016 از تاجیکستان 528 نفر روادید سفر را به دست آوردند. یکی از سببایی که اصلا با خانوادگی میرن یعنی شرایط خوب زندگی بودن در امریکا هست. یعنی در اونجا شهروند یعنی تمام حقوقهای شهروندی بگیم شهروند امریکا حمایت کرده می شود پیش از همه و دوم همون معاشی که در اونجا به دست میاره برای زندگی کردن و تحصیل کردن فرزندان خودشون بگیم تامین می شود. موسم یک ماهه آزمون دریافت حق مهاجرت با امریکا هر سال تیر ماه شروع می شود. با واسطه این برنامه تا حال بیش از 10 میلیون ساکن شوروی سابق امریکایی شدند. و صحبت را درباره امریکا ادامه می‌دهیم. کاخ سفید میگوید قرار است تا آخر همین هفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده استراتژی کلی در قبال ایران را اعلام کند. اگر دونالد ترامپ سازش اتمی با جمهوری اسلامی را تایید نکند در آن صورت وکیلان مردمی امریکا 60 روز مهلت دارند تحریمات متوقف شده به ضد ایران را از نو اعمال کنند. در این باره صحبتی داشتم با حنا کاویانی همکارم از رادیوی فردا که این مسئله را پیگیری میکند. نخست از حنا درباره پیش بینی ها پرسیدم که دونالد ترامپ آیا سازش اتمی را تایید میکند یا نه.
اون چیزی که خیلی بیشتر راجبش صحبت میشه اینه که احتمالاً تایید نخواهد کرد رئیس جمهور آمریکا این توافق رو، اما اینکه چطور تایید نخواهد کرد و اینکه پیامد و بعد از اون چه خواهد شد الان سوال هست. اینکه آیا فقط اینکه رئیس جمهور آمریکا به کنگره گزارش بده که ایران نقض تعهد کرده، پایبند نبوده، این به معنای بیرون رفتن آمریکا از توافق باشه یا نه زیر سوال هست. به هر حال اونچه که هم در داخل خود آمریکا و هم مقام‌های کشورهای دیگه از جمله ایران دربارش صحبت می‌کنن این هست که این روندی که رئیس جمهور باید به کنگره گزارش بده یک روند داخلی آمریکاست و به هر حال این یک توافقی است که بین 6 کشور و ایران به دست آمده و باید دید که این روند داخلی آمریکا چه تأثیری بر کل این ماجرا خواهد گذاشت. مسئله اینجاست. خب واکنش‌های تاکنون از طرف ایران بوده است و حالا چی میگویند در صورت تایید نشدنی برجام یا توافقی هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی ایران چی خواهد کرد؟ ایران منتظر خیلی زیاد در طول هفته‌های گذشته تیم دیپلماتیک ایران در نیویورک بودن به خاطر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. وزیر امور خارجه ایران بارها مصاحبه کرد، سخنرانی کرد در طول هفته‌های گذشته، یک مقاله رو باز در روزهای گذشته منتشر کرده و یک نکته رو خیلی زیاد تاکید میکنه و اونم این هست که نقش اتحادیه اروپا بسیار پررنگ هست همکنون. اگر آمریکا تصمیم بگیره که بگه که من این توافق رو قبول ندارم، اروپا چه کار خواهد کرد و منتظر اقدام اروپاست. ایران بارها تو این هفته ها گفته که ما گزینه‌های مختلفی رو داریم از جمله خروج از برجام، اما همچنان منتظر بقیه بازیگران این توافق هست تا ببینه اونها چی کار میکنن. و گفتگوی کامل در این باره به زودی در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. یک مادر روستبار در تاجیکستان که پسرش به عراق رفته و به نشان شده است میگوید حالا جبر رفتار فرزند 25 سالش را میکشد. تاتیانا بیچکووا ساکن ناحیه مومن‌آباد 2 سال پیش پسرش را گم کرد و صدای او را آخرین دفعه از عراق شنید و با همین تمام. بعد این او را از کار خارج کردند و پسر دیگرش را هم. عبدالله اشوروف گزارش میدهد. سال 2015 تاتیانا ولادیمیرونا با پسرش دلیر تلفنی گپ زد و به غم گرفتار شد. 28 فевраля 2015 سال خودش من زنگ زد گفت که آشام ما در عراق درسی تعلیم دینی گرفته استیم. او میداند در عراق بودن یعنی چی و جوانان تاجیک چرا در این نقطه های درگیر پیدا می شوند. نه اینا 2 سال چند مشکتی واشه نه خبره نیدم چه نمیدونم. من یگاش نوسما نگه که در کجا هست. زنده هست مرده هست نمیدونم. دلیر ابراگیمووی 25 ساله پسری از همه خوردی تاتیانا ولادیمیرونا بیچکووا بعد ادای خدمت حربی به مهاجرت کاری به روسیه رفت. این آخرین گفتگوی تلفنی دلیر با مادرش بود. دیگر نه پیو نه حیدر. بچه من نماز نمیخوام. بچه من سر دسترخوان میشیش بسم الله امی اکوتا میخور بسم الله نمیگفت. تاتیانا ولادیمیرونا سال 1969 از حصار به مومن‌آباد آمد. بعد کار در حکومت ناحیه از سال 1982 تا 2008 در ساختار امنیتی دولتی تاجیکستان کار کرد. حالا 400 سامانی نفقه میگیرد. 2 ماه پسی که همون چی کرد تیپون کرد که من در فلان شده من رفتم با امنیتم بچه را گفتم این نفتاری گفت که بچه من همونجا رفتگی همونجا 6 تا مرزر نوشتم. از 3 پسری تاتیانا ولادیمیرونا کلانیش افسری نیروهای مرزبانی بود. بعد 20 سال خدمت او را از کار دور کردند. 1 سال دیگهش مونده بود با نفقه برآمدن ده
اینه که ایروی همین بچه مایتاکیم دایروی دلیل شده همورا از کار بزرگ کردیم. پرسش هست که دویم در زبان تاتیانا ولادیمیرونا میپیچد. چرا وقت دلیر خواست به عراق برود فکر آنها را نکرد؟ امید دارد که روزی به این پرسش خود پاسخ می‌یابد. در تاجیکستان میمانیم. حامیان حقوق در کشور میگویند با وکیل دفاع زندانی بزرگمهر یاروف ملاقات کردند و او شکایتی ندارد. حسن الدین ندایف نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفت روز 10 اکتبر هنگام ملاقات در بازداشتگاه رقم 1 در دوشنبه بزرگمهر یاروف گفته است که در واقع او را برای رعایت نکردن قاعده های زندان به اتاق تنبیه بردند ولی شکنجه ندیده است. قبلا گزارش بود که وکیل دفاع تاجیک را شکنجه میکنند. بزرگمهر یاروف که از حقوق اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی حمایت میکرد سال 2015 با گناه ترغیب افراطگرایی به بیشتر از 20 سال زندان محکوم شد. حامیان حقوق میگویند پرونده یاروف سیاسی است. در تاجیکستان که سالانه 100,000 تن نخ پخته استحصال میکنند، شرکت‌های لباسدوزی میگویند از خارج متای پختگی میخرند چون در داخل نمی‌یابند. تاجیکستان که زمان شوروی فقط برای استحصال اشیاء خام و از جمله پخته استفاده میشد، با وجود گذشت 25 سال از استقلالش کارخانه‌های بزرگی کار کرد و استحصال متا ندارد. گزارش را که حالا می‌بینیم درباره همین مشکل است. مشکلات ساحه نساجی در تاجیکستان کم نیست. تنها برای نامبر کردن آن چند ساعت وقت رفت. بالا بودن فائزی قرض‌های بانکی تا 25% سالانه تجهیزات‌های کهنه از مشکلات اساسی این ساحه نامبر شدند. در کشور عین زمان تنها یک کارخانه کشبافی فعال است. این کارگاه تنها چند درصد طلبات بازار داخلی را تامین می‌کند. هر یک ناحیه به یک کارخانه کشبافی باشد. برای اینکه با امروز 9000 تن پریاج برآورده ایستادیم. 99% همون ما خارج و اکسپورت کرده ایستادیم. برای چی کشور متا استحصال نمی کند شهر دادن دشوار است. در تاجیکستان تنها در سال گذشته 90,000 تن نخ پخته استحصال شده است. اما با این هم شرکت های دوزندگی مجبور هستند متا را از خارج خریداری کنند، اساساً از ترکیه و چین. ضمناً پخته تاجیک محض به همین کشورها برای کار کرد فرستاده می شود. کلی چیت برای دوزنده، کلی ساتین برای دوزنده، کلی مادپلان برای دوزنده، کلی ویلویت، کلی اوگرو بخمال، نیست که این چیزا. این شیوه میگن که ما به تتون محصولات. با این حال نمی شود گفت تاجیکستان برای رشد این ساحه کار نمی کند. در دوام چند سال گذشته کشور برای حمایت از نساجان داخلی چند قانون را قبول کرد. برای صادرات پخته باج گمرکی 10% جاری شد. کارخانه های سابقه دار از پرداخت انداز 10% از فروش و کارخانه های تازه تأسیس از پرداخت انداز برای 12 سال آزاد شدند. باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات نوین نساجی نیز بیکار شده است. در تاجیکستان قانون پیشبرد سیاست دولتی صنعت نساجی امسال قبول شد. از همه جالبش این است که در این قانون در مورد تأسیس یک خزینه رشد صنعت نساجی گفته می شود. ما صاحبکاران و عالمان امید داریم که فایز مبلغ‌های این بنیاد برای کارخانه های نساجی دسترس خواهد بود. راه حل مشکلات ساحه نساجی در برنامه درازمهلت ساحه باید درد شود. در این برنامه باید مشخصاً گفته شود که برای رشد ساحه نساجی چه مقدار پول ضرور است، در کجا چه مقدار کارخانه های نساجی را باید ساخت و از همه اساسی از کجا برای رشد این ساحه مبلغ باید پیدا کرد. و برنامه خبری اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید. اخبار بیشتر در وبسایت ما، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.